سلام دوستان، مهرداد هستم از ونکوور کانادا با استراتژی چهارم موفقیت در خدمتتون هستیم. عنوانش هست Believe it's possible، یعنی اعتقاد داشته باشین که این اتفاق خوشایند برای شما خواهد افتاد. اکثر کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم بازدارندی اول تو ذهن خودمون اتفاق میفته، همون دیدگاه بازدارنده که بهش میگن self-limiting paradigm. به وسیله اطرافیان به شما یه نقل قول میشه و اون باعث میشه که تو ذهن شما اون دیدگاه بازدارنده شروع به حرکت کنه. یه مثال میزنم. تو یکی از بیمارستان‌ها در یکی از ایالات آمریکا 2 دسته مریض بودن. یکیشون بهشون قرص‌های واقعی میدن و دسته دوم که همون مریضی رو دارن بهشون اسمارتیز میدن به جای قرص. بعد از چند ماه دکترها میان آزمایش انجام میدن و میبینن که هر دو گروه از مریض‌ها خوب شدن. اونایی هم که اسمارتیز خوردن خوب شدن به خاطر باوری که داشتن نسبت به اون موادی که میخورن. باور داشتن که دارن داروی پزشکی میخورن ولی به جاش اسمارتیز خوردن. این اثر بهش میگن اثر دارونما یا به زبان انگلیسی همون پلاسیبو افکت هستش که باعث میشه هر دو دسته از مریضا خوب بشن. در زندگی خود شما بارها اتفاق افتاده که بعضی موقع به حرف بقیه گوش نمیدید و اون هدفی که خدا در دل شما نهاده دنبال میکنین و بهش میرسید. یک تجربه شخصی خودم این بود که من تقریبا سال 2017 برای کانادا اقدام کردم برای مهاجرت و خیلی ها بهم گفتن از دوستای صمیمی خودم از اقوام که این هدف بزرگیه و امکانش تقریبا صفره، ولی من به حرف اونا گوش ندادم و کار خودم رو انجام دادم. دنبال وکیل گشتم، کارامو پیش بردم و اعتقاد داشتم که میتونم به این هدف برسم. بر اساس اون به این هدف رسیدم، بر اساس همین قانون که believe it's possible بهش رسیدم و خوشحال هستم که اینو با شما در اشتراک میذارم که شما هم اگر هدفی در قلب و دلتون هست که بقیه بهش اعتقادی ندارن مهم نیست، هدفتون رو دنبال کنید. این عینکی که من روی چشم میزنم فقط رو چشم من کار میکنه و شاید شما اگه استفاده کنید از این حتی نتونید باش ببینید. پس وقتی یه هدف و یه چیزی که خدا تو قلبتون گذاشته فقط برای شما پیشته، اون نسخه مختص و مخصوص شماست. کسی دیگه نمیتونه اونو بفهمه، درکش کنه. مثال عینکی که بهتون گفتم یا همون مثال مریضایی که تو یکی از بیمارستان‌های آمریکا بودن باور داشتن که خوب میشن، به جای قرص پاستل خوردن و با توجه به باوری که داشتن خوب شدن. تمرین امروز من برای شما اینه که اون چیزی که میخواین بهش برسین رو یادداشت کنین، زیرش دیدگاه‌های بازدارنده self-limiting paradigmاتون رو بنویسین، دیدگاهی که بقیه بهتون گفتن یا خودتون تو ذهن خودتون ساختین و بعد از این که نوشتینش خط بکشید رو دیدگاه بازدارنده و به ندای درونتون همون small still voice گوش بدین
و به سمت جلو حرکت کنید که به اون هدف نهاییتون برسید. مرسی، ممنونم که مطالبم گوش دادین. لطفاً تمرین رو گوش بدین و انجام بدین. جلسه بعدی با استراتژی 5 موفقیت در خدمتتون خواهم بود. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم. بای.